اگر فصلی بهاران میرسیدم سرودی ابر باران میشنیدم. همین اولش با اوج شروع شد، با اوج کار و چه صدایی. سلام علیکم فارسوانان عزیز، خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. یک ویدیوی پر انرژی و جذاب دیگر در کنار هم قراره با هم دیگه ببینیم. یک موسیقی فوق العاده زیبا رو براتون انتخاب کردم. قرار از لوح خلوف آهنگ باران اگر ببارد رو با هم دیگه گوش بدیم. اجرای احساسی و فوق العاده زیبایی از لوح خلوف که فوق العاده مطمئنم شما هم لذت خواهید بود از این موسیقی و از ریاکت. دیگه شما هم فکر کنم فهمید من پیانو و گیتار دوست دارم. هرچی آهنگی که با پیانو و گیتار شروع میشه معرفی میکنید که من ریاکشنشو براتون بذارم. به این موسیقی. چقدر تو موسیقی تاجیکستان من میبینم که به موسیقی احترام میذارن و سازهای مختلف رو بهشون احترام میذارن. تکنوازی های مختلف رو من تو شعرهای مختلف، تو کلیپ های مختلف میبینم که واقعا من باید آفرین بگم و صد آفرین بگم که اینقدر به انواع و اقسام اون سازهای موسیقی احترام میزنن و توی اون موزیک ویدیو، توی اون شعرها، توی اون موزیکا استفاده میکنن هنرمندان تاجیکستانی. یعنی هنوز خود آهنگ اصلی شروع نشده، شعر گفته نشده، خود موسیقی گوش آدم قشنگ جلا میده، حال آدم خوب میکنه. اگر فصلی بهاران میرسیدم. قبل از اینکه گوش بدین یه بار دیگه میزنم. اگر فصلی بهاران میرسیدم سرودی ابر باران میشنیدم. همین اولش با اوج شروع شد، با اوج کار و چه صدایی. و مثل خوشه های دانی گندم و پیش پایکت سر میکشیدم. باران اگر بیبارد زمین گل بیکارد. باران اگر بیبارد زمین گل بیکارد. پرنده ها بیخوانن. کلا راجبه یه حال هوای پاییزی داره آهنگ تا اینجای کار. حالا بریم جلوتر ببینیم ادامه قراره چی بگه. سرودی سبززاران پرنده ها بخوانن. آره دیگه، پرنده هم بخونن سرود سبزه و فوق العاده آهنگ حال خوب کن و آروم و راحتیه که قشنگ آدم گوش بده، چند دقیقه سر تکون بده و حالش رو عوض کنه. چقدر نوازنده ویولون کارشو بلده و استادانه داره مینوازه، خیلی زیبا داره اجرا میکنه. خطا کردی خطای نوجوانی که روزه میروم به من بیمانی. الان دیگه یه ذره راجع به جوانی و خطاهای جوانی ها اینا هم داره صحبت میکنه. تو به من جان شیرین خار کردی و هر یک تاری مویم زار کردی. باران اگر بیبارد. یکی از زیباترین کارهایی که داریم میشنویم از لوح خلوف. قبلا یه کار دیگه هم براتون ریاکشن رفته بودم، اون کار هم بسیار زیبا شنیدنی بود. این کار هم فوق العاده جذابه. مینا گل بیکارد باران اگر بیبارد. زمین گل بیکارد پرنده ها بخوانن
سرودی سبززاران پرنده ها بخوانند سرودی سبززاران. و حفظ شدم الان کاملا. آهنگی که خوب باشه، آهنگی که جذاب باشه، آهنگی که آدم باش ارتباط برقرار کنه، خیلی راحت میفهمتش، خیلی راحت قشنگ میشنودش و خیلی راحت میتونه باش همخونی کنه. من شنیده بودم که کلا توی تاجیکستان موسیقی خیلی مهمه و حالا افراد از سن کودکی و حالا اگر علاقه به موسیقی چیز داشته باشن میرن و قشنگ تحصیل میکنن و سازو یاد میگیرن. به خاطر همین انقدر ما میبینیم هنرمندان جوان مخصوصا این سازهای بسیار بسیار سخت، مثلا ساز ویولون ساز خیلی سختیه، ساز اصلا آسونی نیستش، دست میگیرن و به این زیبایی این سازها رو مینوازن و واقعا باید آفرین گفت که به مخصوصا جوانان کشور تاجیکستان که اینقدر زیبا سازهای مختلف رو مینوازن به زیباترین شکل ممکن. آسمان آسمان ستاره های 120 ما از می سفر کرده مادر میگیریم. چقدر این شعرهای تاجیکی جذابه، چقدر اون کلمه هایی که تو شعرهای تاجیکی به کار میره جذابه، مثلا گوش آدم حال میکنه وقتی این شعرها رو گوش میده. ای مادری جان منای گریه تو چیست؟ بعد از سری من بچه دوستداری تو کیست؟ باران اگر بیبارم میگه که مادر عزیزم اون دلیل گریه های تو کیست؟ بعدش هم گفتش که بعد از من بچه دوستدار تو کیست؟ یعنی کنار اون حرفایی که داره میزنه اون بغضی هم که تو شعر هست، یه بغض نهانی تو شعره که مخصوصا با صدای خود لوی خلوف که یه صدای سوزناکی داره قشنگ اون بغضه رو بیشتر و بیشترش میکنه. باران اگر بیبارد زمین گل بیکارد پرنده ها بیخوانند سرودی سبززاران پرنده ها بیخوانند سرودی سبززاران. باران اگر ببارد زمین گل بکارد پرنده ها میخوانند سرود سبززاران. و بسیار بسیار آهنگ زیبایی بود. این دو بیت هم شاه کلید اصلی این موزیک بود، بسیار بسیار زیبا و شنیدنی، گوشمون حال کرد. یعنی الان واقعا گوشم حال کرد و سر حال اومدم با این آهنگ خیلی خیلی احساسی جذاب از جناب آقای لوی خلوف.